این منزل من و توست. اتاق خواب، رخت خواب و محل زندگی، کاخ و قصر من و توست. بایستی سالهایی را در اینجا سپری کنیم. 100% در اینجا وارد خواهیم شد. هیچ کسی نیست مگر اینکه اینجا وارد بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر، محبوب ترین شخص نزد الله بود، اما وارد این قبر و این منزل شدند. این سرای ابدی است. آیا دوست داریم مساحت این اتاق رو ببینیم و مساحت این کاخ و قصر رو ببینیم؟ رخت خوابی که برای هر انسانی آماده شده رو دوست داریم ببینیم. فضای تفریح، فضای باقی موندن، همه در همین چند وجب بیشتر نخواهد بود. در این قبر و در این منزل شاهان خوابیدند، وزرا خوابیدند، فقرا خوابیدند، ستمگران و ظالمان خوابیدند، همه خوابیدند و همه خواهند خوابید. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. در این قبر و در این منزل همه ما را فراموش خواهند کرد. چند روزی برای ما اشک میریزند، بعدها میگن یادش به خیر، میگویند آدمی بود و رفت. من که انسان در قبر گذاشته میشه، این انسانی که ایمان پاک، اعتقاد توحیدی، موحد بوده، یک انسان خوشرو، زیبا چهره، در حالی که لبخند میزنه نزد او میاد. انسان مرده بلافاصله میگه تو چه کسی هستی؟ میگه من نمیشناسی؟ من همون عمل صالح تو هستم. خوش باش، به تو مژده بهشت باد روز قیامت. فرشتگان منکر و نکیر میان و سوالهای بسیار ساده، خدات کیست؟ پیامبرت چی بوده؟ دینت چی بوده؟ و کتابت چی بوده؟ سوالهای بسیار ساده پاسخ خواهد داد، بسیار ساده پاسخ خواهد داد. این با حفظ مادی نیست، بلکه عمل انسان و ایمان، اندیشه های انسان هست که این زمینه رو فراهم میکنه انسان بتونه این پاسخ ها رو ارائه بده. زمانی که در واقع این اتاق خواب انسان خواهد بود، در واقع اتاق زندگی انسان اینجا خواهد بود، این سوال ها را پاسخ داد. این فرد خوشرو نزد او خواهد ماند. این انسان مؤمن میگه رب اقم الساعه، عجله داره، صبر نداره، کی قیامت برپا میشه. رب اقم الساعه،